اول از هر چیز بریم که اسم نوت ها و ترتیبشون رو با هم دیگه یاد بگیریم. برای این کار اول یه دایره میکشم و ترتیب نوت ها به این صورتیه که میگم دو، ره، می، فا، sol، لا، سی. این هم اسمای انگلیسی شونه و دقت کنید که ترتیبمون به صورت ساعت گرده. دو، ره، می، فا، sol، لا، سی و به دو میرسه. به صورت پالت ساعت گردم بعد یادش بگیریم دو، سی، لا، سول، فا، می، ره و دو. بریم رو پیانو. رو پیانو از چپ به راست نوتامون زده میشه. دو، ره، می، فا، سول، لا، سی، دو. حالا برعکسش. دو، سی، لا، سول، فا، می، ره، دو. توی جلسه بعدم یاد میگیریم چجوری اسم نوت ها رو روی پیانو پیدا کنیم. پس با من همراه باشین.